خب امروز قراره یه ایده خیلی پیچیده رو با هم بررسی کنیم، اونم با استفاده از خود منبع اصلی. بیایید با یه ایده واقعاً تکون دهنده از تحلیلگر این بحث شروع کنیم. ایده اینه: اون دنیایی که فکر می‌کردید میشناسید دیگه تموم شده. این تحلیل با یه سناریوی فوق‌العاده خطرناک شروع میشه. تصور کنین ایالات متحده یه محاصره کامل دریایی علیه ایران اعلام کرده. هدف چیه؟ اینکه هیچ کشتی نتونه وارد ایران بشه یا ازش خارج بشه. اینجا عمق بازی آمریکا مشخص میشه. ببینید، اونا فقط ایران رو محاصره نکردن، خیلی هوشمندانه تر دارن عمل میکنن. در واقع دارن به بقیه دنیا میگن مشکل ما با ایرانه، ولی حالا این مشکل شما هم هست، خودتون برید حلش کنید. خب دقیقاً همینجاست که قضیه جالب میشه، چون توی یه همچین بحرانی اون اتحادهای قدیمی و سنتی دیگه جواب نمیدن. انگار اون کتاب قانون قدیمی رو انداختن دور. به گفته این تحلیلگر، ما دیگه نمیتونیم با عینک قدیمی تحلیل کلاسیک به دنیا نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون دورانی که انتظار داشتیم بلوک‌هایی مثل ناتو یا اتحادیه اروپا مثل یه تیم واحد و هماهنگ عمل کنن، رسما به سر اومده. خب اگه مدل قدیمی دیگه کار نمیکنه، پس چی جاش رو میگیره؟ اینجاست که میرسیم به قلب نظریه این تحلیل. بر اساس تحلیل دورانی، ما باید نگاهمون رو به کشورها کاملا عوض کنیم. دیگه نباید بهشون به چشم یه دولت نگاه کنیم، بلکه مثل یک موجود زنده. یه موجود زنده که فقط و فقط بر اساس غریزه بقا عمل میکنه و هر کاری میکنه تا از خودش محافظت کنه. و این مقایسه تغییر رو فوق‌العاده روشن میکنه. ببینید، ما داریم از یه دنیای قابل پیشبینی با بلوک‌های مشخص وارد دنیایی میشیم که پر از بازیگرای تکرو، خودخواه و کاملاً غیر قابل پیشبینیه. دنیایی که خب خیلی آشفته تره. خب این نظریه روی کاغذ خیلی جالبه، درسته؟ اما آیا تو دنیای واقعی هم کار میکنه؟ بیایید با هم چند تا کشور کلیدی رو بررسی کنیم و ببینیم این نظریه چطور جواب میده. این جدول دقیقاً اصل ماجرا رو نشون میده. اقدام آمریکا برای هر کدوم از این کشورها یه معنی و یه تهدید کاملاً متفاوت داره. برای اسپانیا بحث تمامیت ارزیشه، برای فرانسه و ایتالیا ترس از یه فاجعه اقتصادیه و برای چین این یه تهدید وجودیه، یعنی ممکنه کل منابع انرژیش قطع بشه. میبینید هیچ کس دنیا رو مثل اون یکی نمیبینه. بنابراین اون رؤیای تشکیل یه جبهه جهانی و متحد علیه ایران عملاً دود میشه، میره هوا. دلیلش چیه؟ خیلی ساده است. چون از دید خیلی از کشورها تهدید اصلی اصلا ایران نیست. تهدید بزرگتر یه آمریکای قدرتمند و غیرقابل کنترله. اینجا یه سوال خیلی اساسی پیش میاد. توی این سناریو تهدید واقعی برای ثبات دنیا کیه؟ ایرانه یا آمریکا؟ حالا بیایید ببینیم ایران تو این بازی چی تو آستین داره. طبق این تحلیل پیشنهاد ایران خیلی سر راسته. گرفتن فقط $1 عوارض برای هر بشکه نفتی که رد میشه. و وقتی این دوتا رو میذاریم کنار هم، تحلیلگر ما رو با یه انتخاب خیلی شفاف روبرو میکنه. یه طرف ماجرا یه هزینه اقتصادی خیلی کمه، اما طرف دیگه‌اش چیه؟ اینه که کنترل کامل شریان حیاتی اقتصاد دنیا رو 2 دستی تقدیم کنیم به یک کشور. و اینجاست که این تحلیل با یه سوال اساسی تموم میشه. سوالی که همه ما رو به فکر فرو میبره. توی این دنیای جدید و آشفته، واکنش بقیه کشورها علیه ایران خواهد بود یا در نهایت علیه خود آمریکا میچرخه؟ این سوالیه که نه تنها مهمه، بلکه شاید آینده نظم جهانی به جوابش بستگی داشته باشه.